وقتی که فرزندت رو تو تربیه نمیکنی، فرزندت رو کی تربیه میکند؟ اون نفر دیگه هست که تربیه کند؟ نی. و باید فرزندت رو خودت تربیه کنی. ولی وقتی که توجیکی خودت رو، برادر مؤمنی توجیکی خودت رو دستگیری نمیکنی، برادر مؤمنی توجیکی تو رو کی دستگیری میکند؟ کی کامیاب میکند؟ برعکس پیشپا میدهند. برای همین این ننگ آر و ناموسی مسلمانی هست که برادر مؤمنی توجیکت، برادر مؤمنی دیگر ملت‌هایت رو باید دستگیری کنی. عمومی همه مسلمانی قبل از همه فرزندی خودت، برادری خودت، قومی خودت، ملتی خودت دستگیری میکنی. اینا همه که دستگیری دیدی که دیگر جا هم هست با دیگران هم، یعنی همچون مؤمن، همچون مسلمان، همچون برادر یا همچون انسان باید که کمک کنی، دستگیری کنی، معامله نیک داشته باشی. این همه از ایمانداری هست. خداوند عزوجل میفرماید در قرآن: استعیذوا بالله واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم. شما بر اسمان الهی چنگ بزنید، متحد باشید، هرگز تفریقا نکنید، هرگز اختلاف و فتنه انگیزی نکنید. صحابی خیلی قابلیت و مهارت سیاسی داشتن، لیکن از خدا میترسیدن. بعد میگفتن هر وقت میگفتن که لولا الاسلام لمکرت مکرا لما طاقت العرب. اگر از خدا نمیترسیدم ولی در بین عربا چنان فتنه میکردم که عرب طاقتش رو نمیکرد. فتنه میکردم که عرب طاقتش رو نمیکرد. دیدید فتنه های اخیر چی شد؟ چند کشوری مسلمانی، عربی، همه اونو برادر مؤمنی ما هستن. برای همه اونو دل ما میسوزد، برای همه اونو ما دعای خیر و برکت میگوییم. عراق رو ببینید چند میلیون کشته شد، لیبیه رو ببینید چی شد، سوریه رو ببینید چقدر خون ریخت، خون ناحق ریخت، چقدر انسان ها زنده زیر تیر توپ و خانه ها و بنا و ساختمان ها و دیگر موند. غزه رو ببینید چی شد، چند هزار کودک زیر خاک زنده به گور شد، زیر بیناها و ساختمان ها و زیر ساختمان ها زنده به گور شدن. برادران الاسلام، مسلمان باید فکر کند که نزاع و فتنه چی میارد. نزاع و فتنه چی میارد؟ اونایی که نزاع کردن، فتنه کردن، ناآرام کردن، چی دیدن؟ چی شدن؟ چی دارن فعلا؟ آرزوی آرامی رو میکنن که این آرامی دیگر به آسانی به دست نمیآید. آرزوی آرامی رو دارن، آرزوی برادری رو دارن. این برادری وقتی که فتنه که آمد دیگر این به وجود نمیآید. برای همین پروردگار میگه نفاق و فتنه و تفریقه و فتنه انگیزی نکنید. ببینید این همه کشورهای جنگ زده مردم از مرگ گریختن، به سوی مرگ رفتن. چند هزار انسان در بحر رو یعنی چی شدن؟ به نام و نشان رفتن. چند هزار. لولا الاسلام لما طاقت العرب. اگر میگوید از اسلام و خبر نمی بدم، از عذاب قبر نمی ترسیدم، از عذاب روز قیامت نمی ترسیدم، از عذاب جهنم نمی ترسیدم، فتنه می کردم که دیگر عرب طاقتش رو ندارد. حالا ببینید چی فتنه هایی شد، چقدر کشورهای عربی سوخت و خون و خاک کشیده شد. مسلمان باید فتنه نکند، مسلمان باید فتنه‌گر نباشد، مسلمان باید متحدگر باشد، مسلمان باید سرجم کن باشد، مسلمان باید متحد کن باید باشد.